بلک فرایدی اسنپ شاپ. خب بریم ببینیم چیا داره. تخفیف 70% به بالا. آخرین چیزای خوبش ببینیم چیا هستش. فرنچ پرس، نه ببخشین نانو پرسو برای قهوه. ناموجود. اینجا که نزده بود ناموجود که. ای بابا. فعلا اولیشو که بس مشقی بود. دیگه چی داری؟ دیگه چی داری؟ قابو، ایپاد نسل دو. خب اینا که به درد ما نخورد. بریم این قسمت ببینیم اینجا چیه. تمام شد. بریم از اول باز کنیم. خب اینو زده تمام شد. بطری پیرکس چیزی هم تمام شده. ایول، موبایل سامسونگ S25 اولترا نزدم تمام شد. 90% تخفیف 13,500,000. بریم بگیریمش. یکی 142 میلیون شد که شاید اشتباه شده. یا ناموجودم شد. یه عدد در انبار که نمیشه باقی مونده. تازه قیمت 142 میلیون بازم اونم نبود. ای بابا اینم که نشد. بریم فن خونه. هی اسنپ شاپ خسته نباشی. تبریک میگم بهتون. خیلی خسته نباشی. خب بچه ها یه چند ساعتی گذشت. 1 ساعت و خورده گذشت. بریم دوباره تست کنیم ببینیم وضعیت در چه حالته. چه سوشرت خوشگلی، چه کاپشن خوشگلی. بازش کنیم بخریمش. خوب ارزون، خوب تخفیف داده. چرا موجود نیست؟ بچه نزده تمام شد. ای بابا یه مشقی دیگه. خب بریم پایین ببینیم چی داره. اسنپ بیمه، نه اینا که به کار ما نمیاد. ببینیم کوله، ببینیم چه جوریه این. واقعی 70% تخفیفش. عجب بچه باورم نمیشه یه دونه واقعی پیدا کردیم. ایول، به قول شاعر میگه بر طبل شادانه بکوب. خب یه دونه واقعی یافتیم. بریم ببینیم بعدی چی میشه. شیکر کیش از بروز 72%. خوبه. ناموجود شد که بود. ای بابا مشقی بعدی. تازه داشتیم امیدوار میشدیم. بعدی شارژر 20 سیم 4x1. ببینیم این چیه. موجود شد خبرم کن. اینم که نیست. تازه نوشته 4 قسط ماهانه فلان ولی موجود نیست. به به. خسته نباش اسنپ شد. خب بریم ببینیم دیگه چی. اسپیکر بلوتوسی 76% تخفیف. ببینیم این چی. ای بابا اینم که موجود نیست. بچه اونجا نمیشین تموم شد. خب از اینکه یه دوتا حالا در اومد. بریم بعدی. تخفیف های ساعتی. خب شروع کنیم از اسپیکر بلوتوثی. چه خوشگل آمد. اتمام موجودی. تخفیف های بلک فرایده. خب بچه اینجا نمیشه تموم شده. ای بابا این حالا مال خانومات. حالا بازم باز کنیم چون اینم خیلی زده. 70% تخفیف. انگار 24 میلیون شده. 7,440,000. بریم باز کنیم ببینیم. خب این با چرا تخفیفاش با هم متضاده؟ مگه اونجا نوشته بود 7 میلیون، اینجا 12 میلیونه. رقماش با هم نمیخونه. با این نیمه مشقی بود. خب ببینیم پاور بانک 20,000. این چی داره؟ این واقعی بود. خدا رو شکر دومی واقعی هم یافتیم. بابا ایول. ایشالا سومیش هم بیابیم دیگه. ببینیم پودر وی. و اینم سوم. نه درسته 8%. 4,900,000 شده 4,500,000. درسته؟ نه چرا همخونی نداره؟ اینجا داده 19%. 3,990,000 تومان. درسته اونجا اشتباه شده بود. خوب اینم سومی. تا نشه بازی نشه. بر طبل شادانه بکوب. خب این چیه؟ ساعت هوشمند شیائومی مدل ردمی واچ 5 اکتیو. باز کنیم ببینیم چیه. باز اینم که ناموجوده. مشقی بعدی دوباره.
3 تا واقعی خوردیم، رفت دوباره مشقی شد. اینم ساعت هوشمند مارکش اصلا نمیشناسم چی. 18%. اینو باز کنی. خب مثل که هستش. آره چرا نمیشه ابزان به ثبت خرید؟ هی مشقی. خب کوله بیوان 39%. خب خداش یکی دیگه هم یافتیم. خداش و بریم دیگه بازم بریم چیزی به درد بخوری، گجتی چیزی پیدا میکنیم. کیف اداری روزمری 60% تخفیف. ببینیم این چه جوریه. کجا رفت؟ دوباره باز. آها نه هستش. اینم واقعیه. خداش. خب تبلت سامسونگ 4%. اوکی این دیگه واقعی باشه دیگه. دمتون گرم دیگه. خدا رو شکر 4% رو دیگه مشقی نکردیم. خب بازم بریم پایین تر. بازم بریم پاور بانک سامسونگ. این که دیگه اینم 26% احتمالاً واقعی باید باشه دیگه. این چی؟ آها تو منی ریکوست. آها این دیگه ربطی به مشقی نداره. این اینقدر درخواست زیاد بوده دیگه. مجددا خسته نباشید عرض میکنم به اسنپ شاپ. امیدوارم همیشه مثل همین الان عالی عمل کنید.